برای زندگی کوشش میکنم. راستش را گویم در پرتوگاه ها نمیگردم. بعضی‌ها رو میبینم جوان و تنومند، روید کار کنید، کار هست. من باشم معلولم، در کجا کار کنم؟ برای همین مجبورم طلبندگی کنم. ایگور ویسوتسکی متخصص ساحه نقبکنی است. او به تاجیکستان همراه با خانواده‌اش سالهای 80 برای بنیاد نیروگاه راغون آمده بود. سال 1998 در ازبکستان نخست یک شناسش را به قتل رساند و برای 10 سال پشت پنجره رفت. بعد از ادای مهلت جزا ویسوتسکی به تاجیکستان برگشت، اما در اینجا او را کسی منتظر نبود. همسرش شوهر دیگر کرد، فرزندان برکمالش به روسیه رفتند، خانه خدمتی را بازپس گرفتند. حالا 8 سال می شد که این سابق بناکار در کوچه زندگی می کند. ایگور ویسوتسکی برای پیدا کردن کار حتی کوشش هم نمی کند. می گوید معلول 60 ساله به قید جای زیست و بر ضمن این سابق محبوس به کسی در کار نیست. و مثل اکثر افراد دیگر بیخانه به خانه اینترنت رفتن نمی خواهد، چون که در چنین مؤسسه ها عرق نوشی را اجازت نمی دهند و همچنین نمی گذارند که هر وقت دلشان خواست روند و آیند. بله می نوشم، بله، نه به آن حدی که در زمین ها خواب بروم. با مقدار 2-3 سومونی 150 گرم عرق می نوشم. برای من هر روز ایگور ویسوتسکی 10 کیلومتر را پیاده طی می کند. در پایتخت آشخانه های خیریوی برای افراد نادار و بیخانه فعالیت می کنند و او از این به آن می رود. چند بار در یک هفته ویسوتسکی در کل مرکزی پایتخت آببازی می کند و لباسهایش را می شوید. او چنین امکانیت را تنها از آخرهای ماه اپریل تا میانه های اکتبر دارد، زیرا در این وقت کل سیراب است. زمستان را وی در مرکزهای مخصوص افراد بیخانمان می‌گذراند. بیشتر روزش را ایگور ویسوتسکی در باغی که دورتر از مرکز سودای کلان جایگیر است با طلبندگی سپری می‌کند. اینجا سیرآدم است و در دوام روز پول خوب هم می‌دهند. بعضا نان و تخم مرغ و خوردنی را هم در پیشش می‌گذارند. او از هیچ چیز رو نمی‌گرداند. ایگور ویسوتسکی کیهاست که در کوچه زندگی میکند، ولی تا هنوز به امید است که روز فرزندان یعنی 3 دختر و 1 پسرش به یاد پدر میافتند و او را با خود میبرند. او با اشک در چشمان میگوید چندین سال آنها را به هوای رساندم. در 2 جای کار میکردم، اما حالا نادر کار شدم. شاید این حرفهای من به گوش آنها میرسد. ایگور ویسوتسکی در باغ در روی علف میخوابد. در زمین خلطه خالی را پهن میکند و بالایش را با بارانی میپوشاند. به وقت بارشات و زمستان تهخانه و رواق میجوید تا که جای گرمتر را پیدا کند. برای او از همه دهشتناک در زندگی آمدن زمستان خنک است که هر سال میتواند برایش آخرین باشد.